دوستان گرامی، از بس که چند لحظه های به شمار مانده تا روز عید قربان، عید اضحی، خواستم یک قصه را که قصه قرآنی است از حیات حضرت ابراهیم علیه السلام و چگونه ذبح کردن فرزند خود حضرت اسماعیل را و حضرت ابراهیم علیه السلام خواب می‌بیند که فرزند خود را ذبح می‌کند. یعنی این خواب پیامبران که وحی است از جانب خداوند و مانند خوابهای دیگران نیست، بلکه خواب پیامبران وحی است از جانب خداوند. و در خواب می‌بیند حضرت ابراهیم علیه السلام، در روایتی که 3 بار، در روایتی که زیادتر از 3 خواب می‌بیند که فرزند خود را ذبح می‌کند. یعنی الله امر دارد که فرزند خود را ذبح کند. اسلوب این خلیل خدا اسلوب زیبایی را استفاده می‌کند، در حال با درشتی و با سختی این عمل را انجام نمی‌دهد، بلکه بعد از این که تحقیق می‌کند که در حقیقت این امر الهی است، این خوابی که دیده امر الهی است، و فرزند خود را می‌گیرد و بیرون می‌شود از خانه. با خود گرفت در راه می‌رفت و با یک اسلوب زیبای ابراهیمی و فرزند خود فهماند که خداوند برایش چه امر کرد. فرمود که به سوی فرزند خود که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. گفت ای فرزند من دیدم در خواب که تو را به ذبح رسانیدم، تو را قربانی کردم. یعنی اینجا میخواست برای فرزند خود بفهماند که فرزند من این امر الهی است. و نقطه اولی که اینجا ببینیم که ندا میکند حضرت ابراهیم فرزند خود را که یا بنیه، نگفت که ای فرزند، بلکه با یک نرمی به سوی فرزند خود ندا کرد، گفت که ای فرزند جان من. یک نفر اگر خود بخواهد که قصد یا ضرر برای نفر دیگر برساند، عادتا با نرمی صحبت نمی کند. اما اینجا حضرت ابراهیم میخواهد بفهماند که فرزند جان من، این امری که من در خواب دیدم این امر من نیست، امر خالق من و تو است که فرمان داده که تو را به قربانگاه برده قربانی کنم. فانظر ماذا ترى، گفت تو در این چی اندیشه داری؟ به سوی فرزند خود این سخن را حضرت ابراهیم علیه السلام گفت به سوی حضرت اسماعیل. دوستان گرامی قدر، حالا ببینیم که چگونه جوابی را این فرزند حلیم، این فرزند خردمند میگوید. هر وقتا که بر این آیت ها انسان میرسد یک تکان میخورد، یک حالت دیگرگونی در وجود انسان می آید که این ماجرا در اون ساعت ها چگونه گذشت بین پدر و فرزند. و حالا اگر ما مقایسه کنیم بر این زندگی من و شما که خیلی مقایسه مشکل است، زیرا فرزندان امروزه خیلی از گذشته فرق میکنن و حتی که یک پدر یک سخن سخت‌تر برای فرزند خود گفته نمیتواند و میبینیم که برای یک سخن درشت چند روز فرزند از خانه بیرون می شود و بر نمی گردد. و صدها حالت های هست که بین فرزند و پدر حتی به یک برداشت یک سخن عادی را ندارند. حتی یک پدر شکایت میکرد که من وقت خانه وارد می شوم فرزندم پهلو زده در تلفن نشسته است، حتی حسیات ندارد که خانه یک نفر بزرگ پدر داخل شد، نه از جای خود بر میخیزد، نه احترامی هست. فرق میکند بین اخلاق اسماعیل و بین اخلاق امروزه. حالا ببینیم که چگونه میتواند یک فرزند 13 ساله که پدرش به اون میگوید که من امر شدم از جانب خداوند که تو را قربانی کنم، این فرزند چگونه میتواند عکس العمل نشان بدهد. اما این فرزند حلیم است که دعای حضرت ابراهیم بود که خدای برای من فرزند صالح عطا کن تا در دین و در مرا کمک کند در زندگی و یکتاپرست باشد. و خداوند که ذات به همتاست فرزند حلیم و خردمند براش هدیه کرد و این فرزند خردمند رو اینجا میبینیم که یک جواب میدهد که حیرت آور است که چگونه یک نفری که 13 سال عمر دارد این چنین جوابی را برای پدر خود میگوید که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. در حال نمیگوید که ای پدر، حتی غضب نمیکند، غمگین نمیشود، با یک زبان نرمی میگوید که پدر جان هر آنچه که امر شده انجام بده. ببینید این فرزند را که با یک خوشحالی، با یک حالتی که با یک نرمی به سوی پدر خود ندا میکند که یا ابتی، ای پدر جان من، هر چی که امر شده ای
و حضرت اسماعیل اینجا دقیق میداند که این امر پدرش نیست، بلکه خداوند است که این امر را به حضرت ابراهیم داده و میگوید که پدر جان هر چی که امر شده ای آن را انجام بده. آن کس که تو را شناخت جان را چی کند، فرزند و عیال و خانمان را چی کند. آن کس که خدا را شناخت دیگر به خاطر خدا جانش هم فدا میکند و خونش هم فدا میکند. این اسماعیل بود که خدای خود را شناخته بود، یکتاپرست بود و میگوید که پدر جان غمگین مباش، به این معنا که غمگین مباش، هر آن چی که الله مهربان برای تو امر کرده انجام بده و ان شاء الله که مرا از جمله کسان میابی که صبر کننده هستند. در این امتحان ان شاء الله با سر بلند و بیرون میشویم، مرا از اون جمله صابران خواهی یافت. دوستان گرامی، یک روایت است که حضرت ابراهیم علیه السلام در پیرانسالی یعنی فرزنددار شد حضرت اسماعیل علیه السلام را و خیلی محبت به این فرزند داشت. خداوند خواست که حضرت ابراهیم را آزمایش کند، امتحان کند و الله که حکیم است و حکمت خود را خود میداند و ببیند که امتحان بزرگی را که برای پیامبر خودش میکند. وقتی که این سخنها بین پدر و پسر گذشت و حضرت ابراهیم علیه السلام فهمانید که خداوند چنین امر کرده و حضرت اسماعیل هم قبول کرد و گفت رضایت خود را که من رضا هستم هر چی که الله برای من امر کرده و میفرماید در دوام آیت که فلما اسلم وتله للجبین، وقتی که این هر دو نفر تسلیمی در گفته خدا شدند، تسلیمی در امر خدا شدند، پس حضرت ابراهیم علیه السلام به پیشانی حضرت اسماعیل را خوابانید تا اینکه امر الله را به جا بیاورد. و اینجا ابن عباس رضی الله عنه میگوید که این در خبرها در روایت آمده که در این ساعت حضرت اسماعیل علیه السلام از پدر خودش چند خواهش میکند. میگوید که پدر جان، یک این که وقتی که مرا قربانی میکنی لباسهای خود را جمع کن که خون من در لباس شما نرسد که مادرم ببیند غمگین میگردد. و این چنین از پدرش خواهش میکند که همون کار دیرو که میخواهد ذبح کند خیلی تیز کند تا اینکه در این امر الهی تأخیر نشود. و میگوید که اگر حالت باشد، امکان باشد، لباسهای مرا برای مادرم برسان و از نام من و مادرم سلام برسان. و ببینید که حضرت اسماعیل علیه السلام کاملا تسلیم راه الهی شده بود. اگرچند این روایت هم ما یک طرف کنیم که نصیحت‌های را که وصیت‌هایی را که حضرت اسماعیل برای پدرشان گفتند، آیت اینو در نظر دارد. آیت به این است که این قصد را با اطمینان کامل خواست و هر دو قبول کردند، رضایت دادند. اگرچند در بعضی روایت ها را ضعف می‌دانند که در گلیش کرد مانده نشده است، به هر حال که در این عزم و اراده قوی داشتند و در این امر الهی تسلیم راه خدا شدند. در این اثنایی که میخواست عزم اراده قوی داشتن حضرت ابراهیم میخواست فرزند خود را ذبح کند، الله مهربان در عوضش چیزی دیگری را فرستاد و اینجا فرمود که و نادینه ای ابراهیم، و ما ندا کردیم که ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، به تحقیق این خوابی که تو دیدی، این امتحانی که بالای سر تو آوردیم تحقق یافت. تو از این امتحان با سر بلند با فرزند خود بیرون شدی. این کذالک نجزی المحسنین، همچنانه که در این آزمایش در این امتحان به تو اجر دادیم، هر نفری هم اگر از امتحانهای الهی وقتا امتحان می آید از امتحان با سر بلند بیرون می شود، برایش ثواب و اجر نوشته می کنیم. الله مهربان در دوام آیت می فرماید که این هذا لهو البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. این یک بیشک یک آزمایش برای حضرت ابراهیم، یک آزمایش آشکار بود و برای حضرت ابراهیم در عوض حضرت اسماعیل ما قوچخاری عظیم جوسه را، قوچخار بزرگی را هدیه نمودیم. دوستان گرامی قدر، ببینید که از این قربانی که من و شما امروز در روزهای عید انجام میدهیم از سنت های حضرت ابراهیم علیه السلام است و از تسلیم بودن حضرت ابراهیم با فرزند خود حضرت اسماعیل علیه السلام در راه خداوند.